این یکی از اتاق‌های خانه یا اسطورخانه استاد صدرالدین عینی در شهر دوشنبه است که در اینجا اسباب‌های چوبی، سر و لباس، پایافزال و همینطور عصای پیری استاد صدرالدین عینی نگهداری می شود. در اینجا ماشینه چوبی که استاد با آن کار میکردند و به آن کس اویلهشان صلاحیت بگیم یاردم میرساندند. این عصای پیری زمانی به دست صدرالدین عینی افتاد که او 75 چوب خورده بود و بعد از جراحی 25 مرتبگی دیگر نمیتوانست بدون عصا راه برود. این عصا را عینی بعد آن که امارت بخارا او را به خاطر اصلاحات خواهی محکوم کرد تا آخر عمر در دست داشت. او باور داشت با اصلاحات می شود وضع سیاسی و اجتماعی بخارا را می توان بهتر کرد. این اتاق یک است و در اینجا نگاشته و عکس و اکسپونات های استاد صدرالدین عینی در زمان زندگیشان تا انقلاب یعنی تا سال 1920 نگهداری می شود. عینی از پرکارترین ادیبان تاجیک بود. هر کی به اسطورخانه او در دوشنبه سر میزند اول میخواهد دستنویس‌های او را ببیند. حتما دستخط را در شکلی نسخه اون برای تماشابینان پیشکش می‌نماییم. دستنویس‌های عینی بعد مرگ او در سال 1954 در اختیار نزدیکانش ماندند. آنچه در اسطورخانه محفوظ است به قول محققان آثارش از بحر قطره است. آنها همیشه تلاش داشتند به این مخزن راه یابند. پاره پاره خیر استاد کمال صدرالدینویش، زنی استاد عینی صلاحت، عینی خالده عینی چاپ کردند. لیکن خیلی کم اینها. موزه، مواد موزه این در دست استاد کمال صدرالدینویش بود. اساسا همون کس نظارت می‌کردند. و به خاطر همین فکر می‌کنم که یک اندازه خودشان می‌خواستند که بیشتر امچه‌ها چاپ کنند. پژوهشگران آثار صدرالدین عینی می‌خواهند کلیاتی که اکنون نشر می‌شود آثاری از نظر دورمانده ادیب را فرا گیرد. علاقه جلد یکمی کتابی کلیات جلد یکمی اثری استاد که از نظم عبارت است از چه برآمد و همینطور در نظر است که من بعد در شکل 26 جلد هر سال شاید 2-3 جلد از نشر برای عینی شناسان میگویند با گذشت بیش از 100 سال هنوز نزدیکان و پیوندان او نمیخواهند بخشی از نوشته های او چاپ شوند. مثلا نامه های استاد عینی باید جلد آخری اما کلیات را فرا میگرفت، اما از آنجا که این نامه ها دسترس نبود تا حالا اون نامه ها گرد آورده نشده. کلیات صدرالدین عینی در آوان شوروی آخر سالهای 50 و اوایل 60 در 15 جلد به نشر رسیده است. به قول محققان آثار او تحریر می‌دیدند و بعضی از آن به چاپ راه نمی‌یافتند. یک مدرس بودند، یک دیندار بودند، همین گونه اثرها یک صرف نظر می‌کردند. مثلا ترتیب قرآن و ضروریات دینیه و این چیزها اثرهای دینی بودند، کتاب‌های درسی بودند که اینها را چاپشان ممنوع بود. محققان برینند دستخطهای صدرالدین عینی باید پررا چاپ شوند. این پژوهشگران را به شناخت جهانبینی این ادیب بزرگ عصر 20 تاجیک نزدیک می سازد.